واسه ایجاد کردن یک لیست نیاز به انجام عملیات خاصی نداریم، اما باید هنگام وارد کردن داده ها نکاتی رو رعایت کنیم تا اکسل مجموعه اطلاعات وارد شده رو یه لیست در نظر بگیره. مثلا سطر اول رو به عنوان تیترهای ستون هامون در نظر میگیریم. من اینجا این نکته‌ای رو هم بازگو کنم و اون این هستش که به سطرهای افقی که اینجا حالا ملاحظه میکنید به هر کدوم از این سطرها یک رکورد گفته میشه توی حالا لیست ها و به هر کدوم از این ستون ها هم یک فیلد گفته میشه. پس نکته‌ای که ما باید واسه ایجاد لیست در اکسل رعایت کنیم این هستش که سطر اول یا همون رکورد اول خودمون رو به عنوان تیترهای فیلد هامون در نظر بگیریم. یعنی رکورد ما از این قسمت شروع میشه و سطر اول رو به عنوان تیترهای خودمون در نظر میگیریم. پس این یک نکته بود که باید در نظر گرفته بشه. و نکته دوم این هستش که زمانی که داده ها رو وارد کردیم باید دقت داشته باشیم که سطر خالی بین داده ها وجود نداشته باشه. مثلا اینو من 1 میذارم، اینو هم 2 میذارم، اینو هم 3 میذارم. خب من توی این قسمت 3 ستون دارم، خب و این قسمت رو هم اختصاص میدم به تیترها و این قسمت هم داده های خودم رو وارد میکنم و همینجور. و این جدول رو به عنوان یک لیست در نظر میگیرم. اما اکسل این جدول رو به عنوان یک لیست در نظر نمیگیره، چون یک سطر خالی بین داده ها وجود داره که باید این نکته رو هم در نظر بگیریم. دو تا قابلیت مهم تو وارد کردن اطلاعات یک لیست بسیار مفیده. یکی از این قابلیت ها قابلیت اتو کامپلیت هستش. قابلیت اتو کامپلیت قابلیتی واسه راحتی در وارد کردن داده های متنی تکراری یا مشابه هستش. به عنوان مثال یک داده متنی توی یک سلول وارد شده و همون داده رو میخوایم به سلول های دیگه هم منتقل کنیم. پس از قابلیت اتو کامپلیت استفاده میکنیم. قابلیت بعدی گزینه پیک فرام دروپ داون لیست هستش که واسه وارد کردن اقلام تکراری استفاده میشه. زمانی رو در نظر بگیرید که دو نوع داده وارد لیست خودمون کردیم و حالا قصد داریم از همین دو نوع داده استفاده کنیم. مثلا این دو نوع داده ما بله و خیر هستش و واسه این که اگر حالا سلول خالی اینجا وجود داشته باشه و اون داده های بله و خیر رو بخوایم وارد کنیم، با استفاده از کلیک راست بر روی اون و استفاده از این قابلیت میتونیم اون لیست های بله و خیر رو مشاهده کنیم و یکی از گزینه ها رو انتخاب کنیم که من حالا اینا رو جلوتر با استفاده از حالا یک لیستی رو تهیه میکنم و همه این موارد رو روی اون لیست پیاده سازی میکنم واسه درک بهتر. فرم ورود اطلاعات یکی از امکاناتیه که اکسل واسه راحتی در وارد کردن داده های لیست ارائه میده. واسه دسترسی به این قابلیت از دستور فرم باید استفاده کنیم. دستور فرم از جمله دستوراتیه که در نوارهای اکسل وجود نداره. واسه صدور چنین دستوراتی لازمه یه دکمه میانبر از اونها تو نوار دسترسی سریمون داشته باشیم. خب همینجور که مشاهده میکنید ما گزینه‌ای به اسم فرم در اختیار نداریم، پس باید گزینه فرم رو به این قسمت
اضافه کنیم و با انتخاب اونو بیاریم توی نوار دسترسی سریع خودمون. واسه انجام این کار وارد تنظیمات میشیم و از این قسمت میتونیم گزینه فرم رو اضافه کنیم. همینطوری باز از این گزینه که توی این قسمت واسه ما قرار داده هم میتونیم به این لیست دسترسی داشته باشیم. همینطور که مشاهده میکنید گزینه سیو، آندو و ریویو برای ما فعال هستش توی این قسمت. خب من میخوام فرم رو هم به اون قسمت اضافه کنم. پس میام و از این قسمت با استفاده از این گزینه این لیست رو انتخاب میکنم و از این قسمت میتونم فرم خودم رو اضافه کنم. به این صورت فرم رو پیدا میکنم و گزینه اد رو میزنم و فرم اینجا ایجاد میشه. همینطور که مشاهده میکنید فرم در این قسمت قرار گرفت. خب پس من ابزار فرم رو هم اضافه کردم. خب قبل از استفاده از ابزار فرم من باید داده های خودم رو وارد کنم. خب پس جدول خودم رو ایجاد میکنم و با استفاده از این قسمت اون رو راست چین میکنم. توی این قسمت همونطور که گفتیم واسه تهیه لیست نیاز داریم که رکورد اول رو به عنوان تیتر ستونهای خودمون در نظر بگیریم. پس من این قسمت رو به عنوان ردیف قرار میدم و قسمت یعنی سطر اول رو به عنوان تیتر خودم قرار دادم و حالا نام هنرستان هستش. خب و تو این قسمت هم شاخه رو وارد میکنم و تو این قسمت نوع رو وارد میکنم، جنسیت، رشته و تلفن. به این صورت واسه حالا اینکه تفاوتی هم داشته باشه تیتر من با بقیه سطرها، رنگ اونو تغییر میدم همونطور که مشاهده میکنید. خب و واسه دیده بهتر یک خط کشی رو هم انجام میدم توی این قسمت و من 10 تا سطر ایجاد میکنم. به این صورت یک فاصله میدم و این قسمت رو هم با یک فونت برجسته تر تمامی اطلاعات رو وسط چین قرار میدم. به این صورت خب این لیستی از ردیفای من هستش. خب نام هنرستان ها رو وارد میکنم
به این صورت داده های خودم رو وارد کردم و این قسمت هم نام شاخه ها رو وارد می کنم، مثلا کاردانش. خب من میخوام همه شاخه های من فقط کاردانش باشه که از قابلیت اتوفیل استفاده میکنیم، همین چیزایی که اول درس اونها اشاره کردیم. بعدی دولتی و غیر انتفاعی هستش. به این صورت و این قسمت ها رو غیر انتفاعی میذارم. این قسمت شاهد و دوباره از قابلیت اتوفیل استفاده میکنم. این قسمت غیر انتفاعی هستش، با استفاده از کلیک راست بر روی اون و گزینه اینجا میتونم لیست این ستون رو از اینجا انتخاب کنم که من این قسمت رو میخوام بذارم غیر انتفاعی و غیر انتفاعی رو قرار میدم به این صورت. و این قسمت رو هم میخوام بذارم دولتی اولین سطر من هستش. خب با استفاده از کلیک راست بر روی اون و استفاده از این گزینه که اوایل درس توضیح اون پرداختیم، داریم اونو به سرعت وارد کنیم. و جنسیت رو هم همینطور، یک دخترانه و پسرانه داریم. خب به این صورت اتوفیل هستش و استفاده از قابلیت پیک فرام هم که میتونیم حالا دخترانه رو انتخاب کنیم. پس با استفاده از این قابلیت این لیست رو در اختیار ما قرار میده. حالا باز توجه به اون داده هایی که توی اون ستون قرار گرفتن و قسمت رو این قرار میدیم و دوباره هم از همین قابلیت استفاده میکنیم به این صورت. و این قسمت رو میذارم هر دو. خب از قابلیت اتوفیل استفاده میکنم. این قسمت رو میذارم و دوباره از قابلیت اتوفیل استفاده میکنم. این قسمت رو میخوام بذارم هر دو، پس میام و با استفاده از این قسمت اونو هر دو انتخاب میکنم و این قسمت رو هم چون هر دو میخوام بذارم تکراری هستش، پس اتوفیل انتخاب میکنم به این صورت. و تو این قسمت هم شماره تلفن های خودمون رو وارد میکنیم.
به این صورت شماره تلفن ها رو هم وارد کردم. خب همینطور که مشاهده میکنید من اومدم و جدول خودم رو ایجاد کردم که این الان یک لیستی هستش و اکسل اونو به عنوان یک لیست میشناسه. خب میخوام از قابلیت فرمی که اینجا ایجاد کردم استفاده کنم. واسه استفاده از قابلیت فرم یکی از سلول ها رو انتخاب میکنم. خب مثلا این سلول رو انتخاب، یکی از سلول های خالی رو. فقط دقت داشته باشید زمانی اکسل این رو به عنوان یک لیست میپذیره که سطر خالی وجود نداشته باشه بین این داده هایی که وارد کردیم. پس چون الان سطر خالی وجود نداره پس اکسل اونو به عنوان یک لیست میشناسه. خب من میخوام بیام توی این قسمت یک سطر دیگه ایجاد کنم و اطلاعات رو وارد کنم که واسه همین منظور ما اومدیم و ابزار فرم رو توی این قسمت قرار دادیم. خب من میخوام از قابلیت فرم استفاده کنم. پس قبل از هر چیز توی این قسمت که میخوام سطر جدید اضافه کنم یکی از سلول ها رو انتخاب میکنم و با استفاده از ابزار فرم سطر خودم رو ایجاد میکنم به این صورت که با زدن گزینه فرم استفاده از این قسمت هم میتونیم به سطرهای خودمون مراجعه کنیم. سطر اول هستش، سطر دوم و این هم مشخصاتی که توی این قسمت ها وارد کردیم. خب من میخوام یک سطر جدید ایجاد کنم یا همون یک رکورد جدید میخوام ایجاد کنم. پس میام تا الان 9 سطر یا 9 رکورد دارم که اینجور مشاهده میکنید و اگر بیام پایین تر میزنه نیو رکورد، یعنی یک سطر جدید اضافه میکنه برام که میتونم توی این قسمت اطلاعات رو وارد کنم و یک سطر جدید اضافه کنم. خب به این منظور اسم ردیف رو شماره 10 قرار میدم، یعنی توی این قسمت عدد 10 رو وارد کنه. نام هنرستان یعنی این سلول رو وارد میکنم. حالا به این صورت این قسمت رو و شاخه رو قرار میدم و خب و شاخه رو کاردانش قرار میدم. نوع اونو دولتی قرار میدم. جنسیت رو هم بذارم دخترانه. رشته رو هم هر دو وارد میکنم و این قسمت هم تلفن رو وارد میکنم. به این صورت. خب پس اطلاعات سطر خودم رو وارد کردم و اگر اون رو حالا سیو کنم طور که مشاهده میکنید اون رو اضافه میکنه به حالا اون لیستی که دارم. خب اما با این گزینه ها میخوایم آشنا بشیم. گزینه نیو همون ایجاد رکورد هستش که من با استفاده از این قسمت اومدم و رکورد ایجاد کردم. با استفاده از گزینه نیو هم میتونم رکورد ایجاد کنم یا همون سطر اضافه کنم. گزینه بعدی گزینه دیلیت هستش که واسه حذف کردن رکورد هستش. همونطور که مشاهده میکنید چون این رکورد وجود نداره پس گزینه دیلیتی هم وجود نداره. واسه حذف کردن سطر هستش. با استفاده از این گزینه میتونم به نمایش رکورد قبلی برم. با استفاده از این گزینه میتونم به نمایش رکورد بعدی برم.
و این قسمت هم شرط نمایش رکورد هستش واسه مرور رکوردهای خاص در واقع. و کلوز هم واسه بستن فرم کار میره. خب با نحوه ایجاد فرم هم آشنا شدیم، اما حالا قصد داریم به مرتب سازی سطح و ستونهای خودمون بپردازیم. به عنوان مثال مرتب سازی رو بر حسب نام هنرستان میخوام قرار بدم، یعنی به ترتیب حالا حروف الفبا باشه. این منظور یکی از سلول های اون ستون رو انتخاب میکنم، از زبانه دیتا و از گروه سورت اند فیلتر میتونم استفاده کنم. به این ترتیب که ترتیب صعودی هستش یا ترتیب نزولی، همونجور که مشاهده میکنید. حالا من چون این قسمت رو به عنوان ردیف قرار دادم و از پیش‌فرض خودش استفاده نکردم، این قسمت رو هم تغییر میده دیگه. به این ترتیب که اگر من این رو انتخاب کنم و این رو بزنم بر حسب حروف الفبا ترتیب داده میشه. همطور که ملاحظه میکنید الف، دال و که به میم ختم میشه. یا میتونیم همین ترتیب رو نزولی کنیم، یعنی برعکس باشه. خب حالا فرض کنید همین لیست رو به شکلی نیاز داریم که ابتدا مدارس دولتی رو نشون بده، بعدش شاهد و بعد از اون غیر انتفاعی رو بخواد نشون بده به ما و اونا رو به این ترتیب مرتب کنه. واسه این ترتیب بندی لازم لیست رو بر اساس دو ستون مرتب کنیم. ابتدا بر اساس نوع اون باشه و بعد از اون بر اساس نام هنرستان باشه. به این ترتیب که دولتی ها رو ابتدا قرار میده و خود دولتی ها رو هم دوباره ترتیب دارن. یعنی توی این قسمت اگر ملاحظه کنید ما 3 دولتی داریم، پس ترتیب این قسمت هم باید به همین شکل باشه، یعنی ابرار امام خمینی و این عنوان باشه و برای غیر انتفاعی هم به همین صورت همین ترتیب باشه. پس ابتدا میایم ترتیب رو بر اساس نوع و بعد از اون نام هنرستان قرار میدیم. واسه انجام این کار باید از دستور سورت استفاده کنیم که توی این قسمت وجود داره و گزینه. پس ابتدا یکی از سلول ها رو انتخاب میکنیم و توی این قسمت میتونیم ترتیب رو وارد کنیم که حالا این ستونی هستش که داده ها بر اساس اون ترتیب داده میشن و این قسمت هم مبنای مرتب سازی هستش که مقدار سلول یا رنگ سلول و اینجور موارد هستش و از این قسمت هم واسه ترتیب صعودی یا نزولی اون استفاده میکنیم. خب پس من میخوام ابتدا بر اساس نوع باشه، پس از این قسمت نوع رو انتخاب میکنم و حالا بر روی همون مقدار سلول قرارش میدم و ترتیبش هم به همین صورت باشه. خب پس اومدم و این ستون نوع رو یک ترتیبی دادم بهش. خب و بعد از اون باید نام هنرستان رو ترتیب بدم. پس میام و اد لول رو انتخاب میکنم و اگر حالا خواستم لول رو حذف کنم میتونم اونو با استفاده از دیلیت لول پاک کنم، یا میتونم از همین یک نسخه کپی بگیرم و با استفاده از این قسمت یک نسخه کپی ایجاد کنم. خب من یک لول اضافه کنم و توی این قسمت نام هنرستان قرار میدم و به همین شکل در آخر بر روی اوکی کلیک میکنم. همینطور که مشاهده میکنید
ابتدا بر اساس نوع ترتیب داده شده و بعد از اون بر اساس نام هنرستان. دوباره بر اساس نوع و دوباره سطرها بر اساس نوع ترتیب داده شدن و چون حالا مشترک بودن نوع بر اساس نام هنرستان ها رو ترتیب میده و به همین شکل ابتدا سطرها بر اساس فیلد نوع ترتیب داده میشن. حالا چون حالا مقدار ثابتی بوده ترتیب بر اساس ترتیب نام هنرستان هستش واسه این قسمت. تو لیست های طولانی واسه مشاهده داده های خاص میتونیم از قابلیت فیلتر استفاده کنیم و نمایش اطلاعات رو بر اساس یک یا چند داده خاص محدود کنیم. به عنوان مثال توی لیستی که تهیه کردیم تمامی هنرستان های دولتی، شاهد و غیر انتفاعی رو ما مشاهده میکنیم. خب ما اگر بخوایم فقط هنرستان های دولتی رو مشاهده کنیم باید از قابلیت فیلتر استفاده کنیم، یا اگر هنرستان های دخترانه فقط مد نظر ما باشه باید از قابلیت اتو فیلتر استفاده کنیم. واسه فیلتر کردن لیست خودمون میتونیم با استفاده از زبانه دیتا و گروه سورت اند فیلتر و استفاده از ابزار فیلتر میتونیم لیست خودمون رو فیلتر کنیم که با انتخاب ابزار فیلتر عناوینی در قسمت تیتر ما قرار میگیره که با استفاده از اینها میتونیم به فیلتر سازی لیست خودمون بپردازیم. برای فیلتر کردن لیست خودمون میتونیم از این قسمت ها استفاده کنیم. به عنوان مثال برای ستون نوع همونجور که مشاهده میکنید نوع فیلتر رو بر روی Select All گذاشت، یعنی انتخاب همه، دولتی، شاهد و غیر انتفاعی، همه اینها رو به هم نمایش میده. خب من فقط میخوام دولتی ها رو به هم نمایش بده، پس اون رو انتخاب میکنم و در نهایت اوکی میزنم. همونجور که مشاهده میکنید لیستی از هنرستان های دولتی رو فقط داره نمایش میده و همینطور میخوام فقط پسرونه رو نمایش بده، فقط پسرونه رو نمایش میده و که حالا شاهد و غیر انتفاعی هم هستش. پس من اینجا هم میگم که فقط غیر انتفاعی ها باشن به این صورت. پس پسرونه غیر انتفاعی، حالا میگم فقط کامپیوتر باشه به این صورت. اومدم و فیلتر سازی های خودم رو انجام دادم. همونطور که مشاهده میکنید در کنار این قسمت نماد فیلتر رو قرار داده، یعنی این سه ستون فیلتر سازی شدن و این ستون هم هیچ گونه فیلتری بر روی اونها اعمال نشده. من دوباره آلت قبل برمیگردونم اینا رو به این صورت. خب از قابلیت ساب توتال واسه محاسبه زیر مجموع استفاده میکنیم که من توی برگه دوم جدولی رو رسم میکنم و روی جدول این مورد رو به طور کامل توضیح میدم. خب توی این قسمت یک جدولی رو ایجاد میکنم که حالا این قسمت رو میذارم ردیف، تاریخ، نام درس و ساعت مطالعه
در روز هستش. به این صورت ساعت مطالعه یک دانشجو رو میخوایم وارد کنیم و واسه اون یک با استفاده از ساب توتال زیر مجموعه مطالعه اون در روز رو محاسبه کنیم. خب یک جدولی تهیه میکنم به این صورت و واسه تیترها هم یک فونت برجسته انتخاب میکنم. به این صورت و تاریخ ها رو هم وارد میکنم. حالا یک تاریخ های رندوم همینجوری میذارم. و همینجور واسه 29 هم را یادداشت میکنیم. به این صورت این سطر آخر رو هم حذف میکنم تا 11 تا 10 ردیف کافی هستش. خب و نام درس ها رو هم توی این قسمت وارد میکنم. خب من این ادبیات رو هم تبدیلش میکنم به زبان انگلیسی و بعد از اونم و دوباره ادبیات رو قرار میدم. بعد از اون دوباره ریاضی 1 زبان انگلیسی و تو این قسمت هم دوباره باز بعد از این
لیستایی که اینجا تهیه کردیم میتونیم از این قسمت هم استفاده کنیم واسه ریشه صورت کارمون. و من ریاضی 1 رو اینجا قرار میدم و دوباره فیزیک 1 و در آخر هم ادبیات رو اینجا قرار میدم به این صورت. این هم ساعت مطالعهش در روز هستش، میذارم 1 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، میذارم 2 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، 2 ساعت و هم 1 ساعت به این صورت. پس اومدیم جدولی رو تهیه کردم که ساعت مطالعه یک دانشجو هستش که در روز چند ساعت مطالعه داشته از کدوم درس. و حالا میخوایم واسه این جدول یک ساب توتالی رو ایجاد کنیم که مجموع ساعت‌های مطالعهش در هر روز و همینطور جمع کل ساعت مطالعه این دانشجو رو میخوایم محاسبه کنیم. ما میخوایم واسه این جدول یک زیر مجموع یا همون ساب توتال ایجاد کنیم. خب از اونجا که قرار زیر مجموع ما واسه هر روز محاسبه بشه، خب پس ابتدا میایم و لیستمون رو بر اساس ستون تاریخ مرتب سازی میکنیم. واسه این کار یکی از سلول ها رو انتخاب میکنیم و با استفاده از زبانه دیتا و گروه اوتلاین به ابزار ساب توتال دسترسی پیدا میکنیم که با انتخاب اون این پنجره برای ما باز میشه. توی این قسمت گروه بندی زیر مجموع بر اساس این ستون انجام میشه که حالا بر اساس تاریخ میخوایم اونو مرتب کنیم. خب توی این قسمت محاسبه مجموع هستش که ما میخوایم مجموع ساعت‌های مطالعه رو به دست بیاریم، پس روی همون مجموع قرارش میدیم. خب و با استفاده از این فانکشنی که اینجا انتخاب کردیم که حالا اینجا مجموع رو ما انتخاب کردیم، میاد و روی اون ستون انتخابی ما اون رو پیاده سازی میکنه، یعنی داده های اون ستون رو که حالا داده های اون ستون رو با استفاده از اون فانکشنی که انتخاب کردیم اون عملیات رو بر روی اون انجام میده. حالا من اینجا سامیشن رو انتخاب کردم، جمع رو انتخاب کردم، پس میاد چیکار میکنه؟ ساعت‌های مطالعه در روز رو با هم جمع میزنه و اگر نام درس رو انتخاب کنم نام درس رو به فرض مثال با هم جمع میزنه، یا اگر ردیف رو انتخاب کردم ردیف ها رو با هم جمع میزنه که من همون ساعت‌های مطالعه رو میخوام با هم جمع بزنم، پس روی همون ساعت‌های مطالعه تنظیمش میکنم که حالا میتونیم میانگین، ماکسیموم، مینیموم و بقیه فانکشن ها رو هم انتخاب کنیم که من اینجا حالا با توجه به این جدولی که داشتم مجموع رو انتخاب کردم. تنظیمات پیش‌فرض این پنجره اینجوری تهیه شده که جمع ساعت‌های مطالعه در روز رو محاسبه میکنه و زیر داده‌های همون روز نمایش میده که حالا ما به صورت همین پیش‌فرض اون استفاده میکنیم به این صورت. خب همونجور که مشاهده میکنید لیست رو بر اساس تاریخ مرتب سازی کرد با این اوصاف که توی تاریخ 25 چه کتاب هایی حالا چه درس هایی مطالعه شده و ساعت های اونها به چه صورت بوده و جمع کل مطالعات اون روز رو توی این قسمت وارد کرده که توی 25 4 ساعت مطالعه داشته، توی 27 3 ساعت مطالعه داشته، در روز 28 3 ساعت مطالعه داشته و در روز 29 هم 5 ساعت مطالعه داشته و تو این قسمت هم کل مطالعات اون دانشجو رو وارد کرده که 15 ساعت مطالعه داشته. با استفاده از این قسمت ها هم میتونید اون لیست رو
ببندید به این صورت. و که واسه این برای برداشتن حالت ساب توتال هم میتونید یکی از سلول ها رو انتخاب کنید. خب با انتخاب یکی از سلول ها و رفتن به پنجره ساب توتال با استفاده از این قسمت میتونیم اون رو برداریم با استفاده از گزینه ریموو اول و دوباره به حالت اولیه خودمون برمیگردیم. خب من دوباره این حالت رو فعال میکنم که شما دسترسی داشته باشید به این. خب برنامه اکسل میتونه اعتبار یا درستی داده ها رو هنگام ورود اونها کنترل کنه. کرده باشیم واسه کنترل اعتبار تنها کافی اون سلول های مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم و از تب دیتا و با استفاده از گروه دیتا تولز و استفاده از این ابزار هستش که این پنجره رو در اختیار ما قرار میده. با استفاده از این پنجره میتونیم شرایط مجاز ورود داده ها، پیغام های ورودی و پیغام های خطا رو تعریف کنیم. خب واسه تعریف شرایط مجاز از تب settings و از این قسمت هستش که میتونیم لیستی از شرایط مختلف رو مشاهده کنیم. از این قسمت واسه دریافت بدون قید و شرط تمام داده ها استفاده میکنیم. از این قسمت واسه دریافت اعداد استفاده میشه که فقط میتونه داده های عددی رو بپذیره. از این گزینه هم واسه دریافت اعداد اعشاری استفاده میشه و همینطور دریافت از لیست، دریافت تاریخ، دریافت ساعت، دریافت متن با تعداد کاراکترهای مشروط که اون شرط رو باید وارد کنیم براش و از این قسمت هم واسه دریافت محتوای برابر با فرمول استفاده میشه. خب من میگم که فقط عدد رو دریافت کنه. بعد از اینکه یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کردید این ابزارها در دسترس شما قرار میگیرن که میتونید از اونها استفاده کنید. نحوه استفاده از اونها به این صورت هستش که اگر این قسمت رو بخوام واسهتون توضیح بدم بین دو مقدار هستش که اونو باید وارد کنید. با استفاده از این قسمت شما دو مقدار رو وارد میکنید و داده وارد شده شما باید بین اون دوتا مقدار باشه. در غیر این صورت پیغام خطا میده. و با استفاده از این قسمت هم میگه توی اون بازه نباشه، خارج از اون بازه باشه. مثلا 5 تا 10 میگه هر عددی که بین 5 تا 10 نباشه قابل قبول هستش. و این هم دستور مساوی هستش، میگه مساوی با چه عددی باشه و اون عدد رو اینجا وارد میکنید. زمانی که مثلا برابر با 20 شد میتونید اون عدد رو قرار بدید. و این قسمت هم میگه برابر با یک عدد خاصی اینجا وارد میکنید نباشه. از این قسمت واسه بزرگتر استفاده میشه، میگیم بزرگتر از این عدد باشه. از این قسمت هم واسه کوچکتر استفاده میشه، میگیم کوچکتر از این مقداری باشه که اینجا وارد میکنیم. از این قسمت واسه بزرگتر یا مساوی استفاده میشه، از این قسمت هم واسه کوچکتر یا مساوی که حالا من اینجا میگم بین دو عدد باشه، بین 0 باشه تا مینیمم رو 0 قرار میدم، ماکسیموم رو هم 20 قرار میدم. جلوتر با پیام های ورودی و پیام های خطا آشنا میشیم. واسه درک بهتر موضوع من هم اینجا یک مثال رو پیاده سازی میکنم تا با این موضوع بهتر آشنا بشید که میزنم. خب من این قسمت رو اگر نمره دانشجو قرار بدم
به این صورت. خب توی این قسمت نام دانشجوها رو وارد میکنم. به این صورت. خب یه به همین طریق. خب اگر نمره این دانشجو رو من گفتم بین 0 تا 20 باشه، پس اگر نمره دانشجو 20 باشه قابل قبول هستش. اگر نمره دانشجو 0 باشه قابل قبول هستش، اما اگر نمره دانشجو 25 باشه پیغام خطا رو میده به ما که این داده غیر قابل قبول هستش. به این صورت و از ما میخواد که دوباره اون عدد رو اصلاح کنیم و ویرایش انجام بدیم روی اون و بعد ویرایشون رو انتخاب کنیم. به این صورت. در صورتی هم که بر روی کنسل بزنیم مقدار اونو پاک میکنه. خب پس حالا با ضرورت استفاده از این دستور آشنا شدید که حالا کاربرد اون چی هستش. اما حالا میخوایم بریم و پیغام های ورودی و پیغام های خطا رو تعریف کنیم براش. پس من این قسمت رو دوباره انتخاب میکنم و از تب دیتا و استفاده از این قسمت بود. پس با استفاده از settings اومدم و اون شرایط رو براش تعریف کردم که چه شرایطی رو میتونه داشته باشه که داده ها رو بپذیره. خب اگر حالا اون شرایط رو نداشته باشه چه پیغام خطایی بهم بده و حالا پیغام ورودی چی باشه که حالا میخوایم با این قسمت ها هم آشنا بشیم. بعد از تعریف شرایط مجاز میتونیم یه پیغام تعریف کنیم که در حین ورود داده ها شرایط مجاز رو به کاربر یادآوری کنه که حالا میتونیم از این قسمت ها استفاده کنیم و تو قسمت تایتل بذاریم مثلا یادآوری شرایط. به این صورت. و تو این قسمت هم میتونیم وارد کنیم که داده ها حتما باید بین 0 تا 20 باشند. به این صورت. و دیگه این گزینه رو هم فعال بکنیم که این پیغام ورودی رو به ما نمایش بده. با استفاده از کلیر اول هم پیغام ورودی رو حذف میکنه. به این صورت که ملاحظه میکنید با انتخاب اون سلول مد نظر خودمون این پیغام رو به ما میده که داده ها حتما باید بین 0 تا 20 باشند و اونو یادآوری میکنه واسه ما. خب پس با پیغام های ورودی هم آشنا شدیم. حالا پیغام های خطا که توی این قسمت در دسترس ما هستند. در صورتی که ورود داده اشتباه باشه این خطا توسط اکسل به کاربر اعلام میشه. حالا میتونیم از این قسمت اونو شخصی سازی کنیم، حالا مطابق با میل خودمون پیغام خطا رو به کاربر نمایش بدیم. با استفاده از این قسمت عنوان خطا رو میتونیم وارد کنیم و از این قسمت میتونیم متن پیغام خودمون رو وارد کنیم. از این قسمت هم واسه پاک کردن پیغام خطا به کار میره. از این قسمت هم واسه تعیین عملکرد در صورت بروز خطا استفاده میشه. حالا این قسمت ها میتونید عنوان خودتون رو وارد کنید. پس این قسمت میذارم
خطا به این صورت. و اگر اینجا عددی رو وارد کنم که توی اون بازه نباشه، این پیغام خطایی رو که شخصی سازی کردم رو بهم میده به جای اون خطای قبلی که بهم میداد. به این صورت. خب ما میایم حالا توی همین جدولی که حالا داریم فیلتر رو برمیدارم. خب توی این جدول میخوام با استفاده از همین چیزی که توی برگه شماره 3 توضیح دادم توی برگه 1 اونو پیاده سازی کنم واسه این ستون. خب از قسمت از تب دیتا و استفاده از این ابزار هستش. خب همونطور که مستحضر هستید جنسیت دو حالت داره، دخترانه باشه یا پسرانه. خب من میخوام به کاربر بفهمونم که یکی از این دو مقدار رو وارد کنه و چیزی خارج از این دو مقدار نتونه وارد کنه. پس میام اونو رو حالت لیست قرار میدم و از این قسمت میتونم تعیین کنم که داده های ورودی به چه شکل و به چه صورتی باشن. توی این قسمت میتونم وارد کنم که حالا دخترانه و این دوتا داده رو بهش میدم که فقط همین دو نوع داده رو میتونه وارد کنه. خب به این صورت که اگر من این قسمت داده رو وارد کنم و اینتر رو بزنم پیغام خطا بهم میده و اون داده رو نمیپذیره. پس من اینو پاک میکنم و اگر یه مقدار رو وارد کنم که خارج از اون دوتا مقدار باشه پیغام خطا میده به من. خب و با استفاده از این منوی که شویم میتونم از این قسمت انتخاب کنم که اون داده من به کدوم یک از این موارد باشه. خب درس ما همینجا با نحوه مدیریت و کار کردن با لیست ها به پایان میرسه و توی درس بعدی با نحوه چاپ کردن اطلاعات آشنا میشیم.